بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان این بررسی عمیق رو با هم شروع می‌کنیم. موضوع بحث امروز ما یکی از کلیدی ترین و پربارترین واژه‌های قرآن کریمه، کلمه ولی. قراره با هم سفری داشته باشیم به اعماق معنایی این واژه و ببینیم ریشه‌هاش ما رو به کجا میرسونه. نقشه راه ما هم کاملا مشخصه. ببینید، اول از ریشه لغوی کلمه شروع می‌کنیم، بعد میرسیم به یک اصل واحد و بنیادین که خیلی مهمه. از اونجا کاربردهاش رو در قرآن بررسی می‌کنیم و به مفهوم محوری ولایت می‌پردازیم. اوج بحثمون هم تحلیل آیه ولایت و در نهایت هم یک جمع‌بندی خواهیم داشت. خب بریم سراغ نقطه شروع. هر بحث ریشه شناختی باید از بنیاد و اساس کلمه شروع بشه. یعنی چی؟ یعنی اولین چیزی که در کتب لغت معتبر در مورد این ریشه گفته شده. شما اگه به لغتنامه‌های مرجع عربی مثل صحاح جوهری، مصباح المنیر یا قاموس المحیط مراجعه کنید، تقریباً همشون یک حرفو میزنن. میگن معنای اولیه ریشه واو لام یا یعنی القرب. قرب یعنی چی؟ یعنی نزدیکی، پیوستگی. این نقطه صفر و پایه تحلیل ماست. اما ما نمیخوایم در همین سطح نزدیکی باقی بمونیم. اینجا بحث عمیق‌تر و دقیق‌تر میشه. قراره با یک تعریفی آشنا بشیم که مثل یک شاه کلید تمام کاربردهای به ظاهر متفاوت این واژه رو باز میکنه و به یک اصل برمیگردونه. این تعریف فوق‌العاده است، از کتاب گرانسنگ التحقیق فی کلمات قرآن الکریم گرفته شده. ببینید چقدر دقیق میگه. صرفاً نزدیکی نیست، بلکه قرار گرفتن چیزی در پی چیز دیگر هست، اما با یک شرط مهم، به همراه یک پیوند و رابطه. این پیوند همون حلقه گم شده است. حالا بیایید این تعریف رو با هم بشکافیم. وقتی میگیم قرار گرفتن چیزی در پی چیز دیگر، یعنی یک نوع توالی و جانشینی وجود داره. اما اون پیوند هست که همه چیز رو معنادار میکنه. جالبه که این پیوند میتونه مثبت باشه، مثل دوستی و یاری کردن، یا حتی منفی باشه، مثل مخالفت کردن. در واقع مفاهیمی مثل نزدیکی، محبت یا یاری خودشون معنای اصلی نیستن، بلکه نتایج و آثار اون اصل بنیادین هستن. یعنی اون توالی همراه با پیوند هست که محبت و یاری و سرپرستی رو ایجاد میکنه. خب حالا که این اصل واحد رو در دست داریم، بیایید ببینیم این ابزار قدرتمند چطور در قرآن کریم به کار رفته. چطور این اصل معانی که در نگاه اول شاید بی ربط به نظر بیان رو مثل دانه‌های تسبیح به یک نخ میکشه. به این مشتق دقت کنید. تولی. در آیه 51 مائده یتولاهم یعنی اونها رو به عنوان دوست و سرپرست برای خودش انتخاب میکنه، یعنی یک پیوند مثبت برقرار میکنه. در آیه 205 بقره تولی یعنی قدرت رو به دست میگیره، حاکم میشه، یعنی در جایگاه تدبیر و سرپرستی قرار میگیره. و حالا نکته جالب، در آیه 129 توبه تولاو یعنی روی برگرداندند. چطور این هم با اون اصل جور در میاد؟ خب روی برگرداندن هم نوعی انتخاب قطع کردن پیوند و قرار گرفتن در جایگاه جدید به دنبال جایگاه قبلی. پس میبینید همش به همون اصل برمیگرده. و حالا میرسیم به قلب بحث ما، یعنی مفهوم کلیدی ولایت. مفهومی که مستقیم به سرپرستی، مدیریت امور و داشتن اختیار اشاره داره. ولایت، حواسمون باشه، با کسره واو معنای خیلی دقیقی داره. تدبیر امور دیگری و بر عهده گرفتن نیازهای او. این دیگه صرفاً دوستی و نزدیکی نیست، این مسئولیت و مدیریته. همونطور که مفسر بزرگ علامه طبرسی در مجمع البیان به زیبایی توضیح میده، ولی کسیه که برای این مدیریت و تدبیر از بقیه سزاوارتر و احقه. خود قرآن بهترین شاهد ماست. در آیه 257 بقره خدا ولی مؤمنانه. یعنی چی؟ یعنی سرپرستیشون رو بر عهده داره و اونها رو از تاریکی به نور میبره. این یک مدیریت معنویه. در آیه 282 ولی هو یعنی ولی یتیم کاملا مشخصه که منظور قیم و سرپرست امور مالی و حقوقی اوست. و در آیه 107 وقتی ولی کنار نصیر یا همون یاری کننده میاد، نشون میده که معنای فراتر از صرفاً یاری کردن داره. ولی کسی که متولی و مدیر اموره.
بسیار خوب. حالا تمام این تحلیل‌های لغوی و ریشه شناسی مثل شعاع‌های نور روی یک نقطه کانونی متمرکز میشن. یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین آیات قرآن کریم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. ترجمه آیه اینه: ولی و سرپرست شما تنها و تنها خداست و پیامبر او و آن مؤمنانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. این آیه معروف به آیه ولایت. حالا بیایید با هم کالبد شکافیش کنیم. 3 نکته کلیدی اینجا هست. اول، انما. این کلمه در زبان عربی برای حصر و انحصاره، یعنی فقط و فقط اینها. دوم، ولیکم. اگه ولی اینجا به معنی دوست بود، آیه بی‌معنا میشد، چون قرآن نمیخواد بگه فقط این 3 گروه دوست شما هستن. همه مؤمنان دوست هم هستن، پس حتما معناش فراتر از دوستیه و یعنی سرپرست و رهبر. و سوم و مهمتر از همه، قید و هم راکعون، در حالی که در رکوع هستن. این یک توصیف بسیار خاص و یک آدرس دقیقه. این سوال دقیقاً ما رو به مرکز ماجرا میبره. چرا قرآن یک چنین قید عجیب و نادری رو اضافه میکنه؟ مگه زکات دادن در حال رکوع یک کار مرسومه که قرآن بخواد یک حکم کلی در موردش بگه، یا اینکه داره به یک رویداد خاص و یک شخص خاص اشاره میکنه؟ و اینجا دقیقاً جاییه که تاریخ گره از کار تفسیر باز میکنه. صحابی جلیل القدر جناب ابوذر غفاری ماجرا رو روایت میکنه. میگه نیازمندی وارد مسجد شد، کمک خواست، هیچ کس توجهی نکرد. امیرالمومنین علی علیه السلام در رکوع نماز بود، با همان دستش اشاره کرد و انگشترش رو به اون فقیر بخشید. در همین لحظه پیامبر دستها رو با آسمان بلند کرد و دعا کرد که خدایا همانطور که برای برادرم موسی هارون رو وزیر قرار دادی، برای من هم از اهلم وزیری قرار بده. ابوذر قسم میخوره که هنوز دعای پیامبر تموم نشده بود که جبرئیل نازل شد و این آیه رو آورد. و نکته فوق‌العاده مهم اینجاست که این شأن نزول یک روایت منحصر به شیعه نیست اصلاً. علامه امینی در کتاب بی‌نظیر القدیر با ذکر سند نشون میده که 10 مفسر و محدث بزرگ اهل سنت از جمله طبری، فخر رازی و ثعلبی دقیقاً همین روایت رو به عنوان شأن نزول این آیه نقل کردند. بسیار خوب. حالا بیایید تمام رشته‌هایی که بافتیم رو کنار هم بذاریم و به یک جمع‌بندی برسیم، ببینیم این سفر لغوی ما رو به کجا رسوند. میبینید چه سیر منطقی و زیبایی رو طی کردیم؟ ما از یک معنای عام و همه فهم مثل نزدیکی شروع کردیم. بعد به یک اصل عمیق‌تر و دقیق‌تر یعنی توالی همراه با پیوند رسیدیم. اون اصل به ما کمک کرد تا معنای تخصصی ولایت با عنوان سرپرستی رو درک کنیم. و در نهایت تمام اینها در آیه ولایت متبلور شد. آیه‌ای که با قیود و نشانه‌های دقیقش و با پشتوانه تاریخی مصداق این ولایت رو هم به ما معرفی کرد. و در پایان این پرسش باقی میمونه تا دربارش فکر کنیم. چطور ممکنه ظرافت و دقت در انتخاب فقط یک کلمه در کتاب خداوند بتونه سنگبنای یک اصل اعتقادی بزرگ و عمیق، یعنی مسئله امامت و ولایت را آشکار کنه؟ این واقعا نشون دهنده معجزه و عمق پیوند میان زبان، وحی و ایمان ماست.